سلام دوستا، انشالله خوب صحتمند باشین. دوستای عزیز که هر روز ما رو تعقیب میکنن استریم ما رو. خب بچه ها، دلیل از اینکه امروز ما ترید گرفتیم و بدون از اینکه ما سیگنال ارائه بکنم برای بچه ها عین ترید گرفتم. خب دلیل از این ترید چی بوده بچه ها؟ خب مارکت امروز زمانی که باز شد، پس از اینکه مارکت ترنج بود، یعنی اکیومولیشن بود، بعد از اکیومولیشن مارکت مانیپولیشن کرد، لندن اوپن شد، آمد لاواسی را گرفت، مانیپولیشن خود انجام داد و بعد از اون مارکت به ترند بولش رفت. صحیح؟ مارکت زمانی که به ترند بولش رفت، ما در اینجا دیدیم که مارکت این سمت یک ایکوال های داشت، یعنی سقفای برابر. کسایی که پرایس اکشن کار میکردن فکر میکردن که این ناحیه دیگه بریک نمیشه و مارکت از این عبور نمیکنه. استابلیزیشن اول دوی دو نمونجا بود. خب وقتی مارکت دوباره برگشت کرد، میبینید مارکت هایر لو، دوباره مارکت هایر زد، دوباره هایر لو، lower های lower لو. زمانی که مارکت اینجا بریک آف استراکچر کرد، در برگشت ما اینجا یک سل گرفتیم. سلی که تا فرم یک دقیقه بریم دیتاش بخی واضح تر است و کسایی که فکر میکنن ترن لاین است، خوب یه هم یک ترن لاین است، اما بچه دقیق فکر بکنید. خب ترن لاین، سبک سمارت منی، پرایس اکشن هیچ کدام از بر شما سودآور نیست زمانی که شما تایم اند پرایس را درک نکنید. خب مارکت زمانی که در اینجا آمد بچه میبینیم این قسمت بود که باز سوینگ تشکیل شد، ما سلر شدیم. خب در اینجا دو دانه ترید داشتم، یکیش فول تیپی شد در این ناحیه، دقیقاً این قسمت ها بود و یکیش دوباره پس مارکت برگشت کرد و ما ریسک فری شدم و ریسک فری ما دقیقاً در این قیمت بود 51091 بود یا 92 بود بچه. ما ریسک فری شدم و مارکت دوباره به سمت ترند رفت. خب اگر بیم در تایم فریم 15 دقیقه سعی کنیم بچه، مارکت از دیسکانت خریداری شد، دوباره یک های زد، یعنی یک های شاهدش بودیم و ما که دیگه تریدش نگرفتیم در اینجا، با آنکه برای ما دیتای بای هم داده بود در کدام قسمت دقت کنیم براتون شما که در کجا برای ما بای داد. خب فرصت شد ولی ما نگرفتیم. خب مارکت بریک آف استراکچر کرد، سیس مارکت یک های زد، مارکت برگشت کرد یک های لو زد، سوینگ داد. این دینی سوینگ باید ما بایر بشیم. سوالات مال دوی میتونستیم که زیر ازیلا بکنیم و اگر زیاد ریسک میگرفتیم زیر ازیلا و اگر ریسک نمیگرفتیم که مارکت زمانی که گپ پر کرد ما میتونستیم که بایر شیم. در اینجا تیپی ما های باشه ولی اینا نگرفتیم. خب این بود ترید امروز. نتایج کار بچه‌ای که با ما یک جای عین سناریو را داشت ترید گرفته بودن هم شیر میکنم براتون.